خب دوستان عزیزم، ما تا اینجا خرید هاست و دامنه رو یاد گرفتیم. یعنی فهمیدیم که چجوری هاست بخریم و دامنه بخریم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما زمانی که هاست و دامنمون رو با هم از یک شرکت خریداری میکنیم، مثلا عین کاری که تو جلسه قبلی کردیم، هاست و دامنمون رو با هم دیگه از پارسپک خریدیم. اون تیکه هاست رو زدیم، تیکه دامنه رو خورده بود، زدیم رفتیم هاست و دامنه رو با هم خریدیم. چه اتفاقی میفته؟ به صورت اتوماتیک هاست و دامنمون با هم دیگه سته یعنی چی؟ یعنی وقتی اون دامنه رو میزنیم میره از اون هاست اطلاعات رو میخونه. اما یک زمانی یک استثناءهایی وجود داره. مثلا چه زمانی؟ زمانی که شما دامنه رو رفتی از یک جای دیگه خریدی، مثلا دامنه رو رفتی از خود سایت NIC خریدی یا از مثلا سایت ایران هاست خریدی، حالا میخوای بیای یه هاست برای اون دامنه بخری. من پیشنهادم به شما اینه، اگر که شما عین کاری که من تو جلسه قبلی کردم، یعنی رفتم هاست و دامنم رو با هم از یه شرکت خریدم و با هم خرید کردم، یعنی تو یه لحظه هم هاست رو خریدم هم دامنه رو خریدم، رفتم فاکتورش رو پرداخت کردم. اگر عین همون کاری که من تو جلسه قبلی کردم رو انجام دادید، این جلسه رو نبینید. خب هر موقع که نیاز شد بیاید این جلسه رو ببینید. ما توی این جلسه میخوایم بهتون بگیم زمانی که دامنه رو خریدی یا یه دامنه‌ای داری، حالا میخوای بیای براش یک هاست بخری، چجوری این دوتا رو با هم دیگه ست کنی؟ یا برعکسش یه هاستی داری میخوای بیای براش دامنه بخری، چجوری اینا رو با هم دیگه ست کنی؟ یا یه هاستی داری میخوای دامنه‌شو عوض کنی، البته عوض کنی و بعدم میگم بهتون. همین، اگر یک دامنه خریداری شده قبلا، حالا میخواد برای این دامنه هاست خریداری بشه، یا یه هاست خریداری شده حالا میخواد براش دامنه خریداری بشه، چجوری با هم دیگه این دوتا رو ست کنیم؟ توی این جلسه اینو میخوام بهتون بگم. پس اگر شما عین کاری که من تو جلسه قبلی کردم، هاست و دامنه رو با هم دیگه خریدم و اینا با هم دیگه ست شدن، همون کار رو انجام دادید، این جلسه رو فعلا نبینید که ذهنتون فعلا منحرف نشه، برید بقیه جلسات رو ببینید. هر موقع که احساس کردید نیازه که این جلسه رو ببینید، بیاید این جلسه ست کردن هاست و دامنه رو ببینید. خیلی مخلصیم. ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم توی سایت پارسپک، اینجا روی سفارش جدید زدیم، هاست و دامنه رو از خود سایت پارسپک خریدیم. وقتی که ما هاست و دامنه رو با همدیگه خریداری میکنیم، به صورت اتوماتیک این هاست و دامنه با همدیگه ست میشن، چه از سایت پارسپک چه از هر سایت دیگه‌ای که ارائه دهنده خدمات هاستینگه. اما زمانی وجود داره که ما اومدیم به عنوان مثال دامنه رو از قبل خریدیم، یعنی از یک جای دیگه ای دامنه رو خریدیم، الان فقط قراره براش یک هاست بخریم و ست کنیم. خب وقتی که وارد میشیم، تمام سایت ها همین مراحل رو دارن، هیچ فرق نمیکنه، ایران هاست، ایران سرور، میهن وب هاست، پارسپک، همشون مراحلشون همینه. وقتی که میایم هاستمون رو سفارش بدیم، اینجا تیک دامنه رو برمیداریم، یعنی میگیم ما دامنه داریم خودمون، نمیخوایم دامنه بخریم. اینجا پارسپک میگه اون دامنه‌ای که داری اسمش چیه؟ مثلا من میگم مهدی داش نداف 2.ir. خب حالا شاید براتون سوال به وجود بیاد، بگید تو که مهدی داش نداف 2.ir رو خریدی. درسته خریدم، شاید بخوام براش یه هاست دیگه بگیرم، مثلا اون هاست رو بیخیال شم، یا اصلا شاید بخوام یه دامنه دیگه ثبت کنم، مهدی داش نداف 3.ir. در واقع یعنی من انگار این دامنه رو دارم، توجه کنید، انگار من این دامنه مهدی داش نداف 3.ir رو قبلا رفتم خریدم، حالا فقط قرار براش یک هاست بخرم. اینجا دامنه رو انتخاب میکنم، میرم مرحله بعد، هیچ اتفاق دیگه، هیچ کاری لازم نیست انجام بدم، میرم مرحله بعد، اینجا هاستش هم میخرم، تمام. خب من یه هاست خریدم برای مهدی داش نداف 3.ir. حالا تنها کاری که باید انجام بدم، بیام توی سایت پارسپک یا اون سایتی که ازش هاست رو خریدم. اگر شما از یه سایت دیگه هاست رو خریدید، میری تو همون سایت. باید الان اون هاست و دامنه رو با هم دیگه ست کنم. میام توی سایت پارسپک، از اینجا روی پنل کاربری میزنم، از این منوی کناری میام تو بخش پشتیبانی، دوباره یه تیکت میزنم، اینجا تیکت جدید رو میزنم و از سایت پارسپک، از پشتیبانی سایت پارسپک میخوام که NS کد ها رو به من بده. حالا NS کد چیه؟ الان بهتون میگم.
اینجا مثلا میزنم ست کردن دامنه، اسم موضوع تیکتمو ست کردن دامنه. هر موضوعی میتونید بزنید، مهم نیست. تیکت جدید میزنم با سلام هاست مهدی داش نداف .ir خریداری شد، لطفاً جهت ست کردن هاست و دامنه. من یه اشتباه می نویسم به خاطر اینکه کیبوردم فارسی نداره. لطفاً جهت ست کردن هاست و دامنه NS کدهای پارس پک را برای من ارسال کنید. و اینجا ارسال پیام رو میزنم. حالا پارس پک میاد در جواب NS کدها رو برای من ارسال میکنه. 4 تا ردیف NS کد برام ارسال میکنه به این شکل. NS کدها به این شکلن. NS1 دات، چون دارم از پارس پک میگیرم به این شکل میشه واسه پارس پک. پارس پک دات مثلا کو. NS 2 دات دوباره همین قضیه، می دوباره ادامه همین. این 4 تا رو اینجا پارس پک توی جواب برای من میفرسته. من اینا رو کپی میکنم، اون چیزایی که پارس پک برای من میفرسته، میرم توی کنترل پنل دامنم. دامنه اگر داتای آر بود میریم توی کنترل پنل سایت NIC دامنه. خب وقتی که اومدم تو کنترل پنل دامنه های من رو میزنم. شما تا زمانی که به این مشکل بر نخوردید، یعنی نخواستید همچین کاری انجام بدید، لازم نیست این توضیحات رو الان ببینید. هر زمان که نیاز شد که یه هاستی از یه جای دیگه خریداری کرده بودید، دامنه رو از یه جای دیگه خریداری کرده بودید، نیاز شد که ببینید چجوری باید اینا رو ست کنید، این بخش رو ببینید. اگر همچین اتفاقی براتون نیفتاده هنوز، فعلا نبینید، برید جلسه بعد رو ببینید. اینم بهتون بگم. خب میام توی اون دامنه که میخوام ست کنم، مثلا این دامنه انتخاب میکنم، میام اینجا ویرایش ردیف های کارگزاری نام و دامنه رو میزنم و اون NS کدایی که پارس پک بهم داده اینجا کپی پیست میکنم. 1 2. حالا اگه 4 تا داده بود 3 4. NS1 NS2 NS3 NS4 پیست میکنم و اعمال رو میزنم. اینجا بعد از 1-2 ساعت هاست و دامنه با هم ست میشه. خب این از این موضوع. حالا اگر دامنه .com بود، دامنه .com هم کنترل پنل خودش رو داره. دامنه .com هم مثلا اگر از سایت پارس پک خریداری کرده باشید، میایید توی قسمت هاست ابری، توی قسمت داشبورد اینجا نوشته دامنه های من. خب مثلا ببینید این سایت aramdentalcenter.com. خب کنترل پنلش رو اینجا ببینید، میزنم روی این بخش، این آرام دنتال سنتر. اینجا نوشته تغییر NS، اون NS ها رو میزنم. حالا شما اگر همینو به سایت پارس پک هم بگید براتون انجام میده، یعنی تیکت بزنید به سایت پارس پک، خودش براتون NS کد رو انجام میده. پس زمانی که میخواید یک هاست رو با یک دامنه ست کنید، باید NS کدای اون هاست رو برید توی کنترل پنل دامنه قرار بدید. همین، به همین سادگی. این از این موضوع. حالا یه زمانی هستش که شما یک هاستی رو خریدید، میخواید دامنه‌شو تغییر بدید، اونو میریم جلسات بعدی. الان فعلا به این موارد نمیپردازیم. توی جلسه بعدی میریم وردپرس رو نصب میکنیم و شروع میکنیم به طراحی سایت.